تیر مونولیت یک ابیلیتی حماسی جدید در مدال اینونت انیمه فیوری از 14 خرداد تا 25 خرداد. با 2 نیروی موقت میکا 20 برابر به دیوارها دمیج میزنه. برون ویتس برسای جادوگر رو هدف میگیره. روح ویتس اسپان میکنه برای دمیج بیشتر. علاوه بر آیتم جدید تیر مونولیت میتونید آیتم های حماسی قدیمی تر رو هم به دست بیارید، از جمله دستکش غولاسا، لاولون پاپت، عصای شابسنگی و نیزه موشک. سوپر دکو هم فیگور فیوریه با استایل های مختلف زیاد. تیر مونولیت برای آرچر کوین خیلی شبیه دفاع مونولیت عمل میکنه. درصد دمیج آرچر کوین رو زیاد میکنه. بر اساس HP و جون هدفی که داره بهش حمله میکنه، یعنی میتونه ساختمان‌های با HP جون بالا یا هیروهای مدافع گاردین رو خیلی سریع از بین ببره. در لول مکس این ابیلیتی دمیج اضافه 14%. این ابیلیتی کاهش دمیج هم دریافت میکنه زمانی که 180 تا نیرو مستقر میکنید و آرچر کوین هم جزوشون باشه. دمیج اضافه از 14% به 10% کاهش پیدا میکنه. با 250 تا نیرو این دمیج اضافه از 14% به 5% کاهش پیدا میکنه. این ابیلیتی برای کوین چارج و کانال‌های پایین‌تر عملکرد بهترتری داره.